مردم بدخشان عموما نه در پیش کسی متهم نه سرخم نه از کسی قرض دارن نه کسی یگان چی بویدن و شویدن. یک زندگی عادی، یک زندگی کم بغلانه در حد همو کوهستان دارن زندگی میکنن. یگان مشکلی نه مذهبی دارن نه قومی دارن نه ملی دارن، یگان مشکل ندارن. و گذشته از همه ای چیز یک چیز باید فراموش نکنیم که مردم بدخشان ستونی این همی دولتی را که ما امروز در روز زندگی میکنیم و تاجیکستان نام داره، یکی از ستونهای همون شیرینشاه شاه تیمور است. یکی از شاه ستونی این همی ملت معاصر تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است که از مردم بدخشان بود. در خصوص مردم بدخشان ده نمودی آدم گپ میزنه از مردم تاجیک. یکم آنکه کسایی که دولت های بگیم عربی یا اینکه اسلامی دانشگاه و دانشکده ختم کردگیان و نفرتی مذهبی دارن، واقعا هم نفرتی مذهبی دارن. و دیم گروه انسان ها کسایی هستند که مردم بدخشان نمیشناسند، در داخل وطن زندگی میکنن، در داخل وطن زندگی کردن، اما مردم بدخشان همچون یک مردم غیر میدونند. زبانشان دیگر است، به خاطر یعنی که زبان مادریشان، زبان تاریخیشان، زبان فرهنگیشان، اون زبانی را که هزار ساله ها تاریخ داره، همون زبان را نگاه کردن تا امروز. یگان دیگرگونی نداره این زبان. مردم بدخشان مثل همه مردم منطقه تاجیکستان در این وطن، در این ملت حق دارن خدمت کردن و این وطن پدری ایناست. بدخشان اینا از یگان جا آمدن. از لحاظ قواره و قیافه هم این مردم تاجیکن، زیرا در این پهلوشان مردم پاکستان زندگی میکنن که پوست هندی دارن، سیاه پوستن یکمه، و از این طرفشان مردم قرقیز زندگی میکنن که شکل مغولایی دارن، و از اون طرفشان مردم چینی زندگی میکنن که شکلشون مغولایی هست. اما مردم بدخشان نه به مردم پاکستان مانندن، نه از این مردم قرقیز مانندن، و از اون طرف نه به مردم خیتای یا که چین مانندن. این معنی او را داره که این مردم بومی همی وطنند، مردم بومی منطقه بدخشانند. شیعه باشن، یهودی باشن، نصرانی باشن، سنی باشن، یا اینکه خریستیان، یا اینکه اتئیست، یا اینکه نمیدونم زردشتی، یا اینکه هر چیزی که باشن این مردم در وطن ملت خودشان زندگی میکنن.